جنیدخان عبادوف حقوقشناس شناخته تاجیک همسر حامی معروف حقوق آینهال بابونظرova و پدر پروینه عبادووا رهبر سابق انجمن شرکت‌های اینترنت رسانی تاجیکستان روز 26 ایول سال 2022 در دوشنبه در سن 74 از عالم چشم پوشید. بنا به اطلاع دریافتی جنیدخان عبادوف به علت سکته قلب وفات کرده است. مراسم جنازه مرحوم نیمه دوم روز 26 ایول ساعت 17:03 در مسجد جامع زادگاهش جماعت دهات سنگتوده نویه دنغره برگزار می‌گردد. جنیدخان عبادوف در دوران شوروی در ساختارهای میلیسیا کار می‌کرد و در پایان سالهای 80 و اول سالهای 90 سردار اوور بود. او بعد یک پرونده به تهمت به ضدش ساخته شده ترک صف میلیسیا کرد و در دوام 30 سال آخر در راه بنیاد و تحکیم ستونهای اساسی جامعه شهروندی تاجیکستان از جمله تحکیم سازمان‌های غیر دولتی سهم بزرگ گذاشته بود. مرحوم جنیدخان عبادوف یکی از کارشناسان اعتراف شده در مسائل مربوط به قانونگذاری تاجیکستان و حقوق بین المللی شناخته شده بود. همسر او آینهال بابونظرova در زمان شوروی دکان رشته حقوقشناسی دانشگاه دولتی تاجیکستان بوده. در دوام 30 سال آخر یکی از نمایندگان برجسته و اعتراف شده جامعه شهروندی تاجیکستان به شمار می رود. معلم بابونظرova چندین سال رهبر سازمان غیر دولتی پرسپکتیو پلوس و یک مدت رئیس دفتر بنیاد جورج سوروس در تاجیکستان بود. سال 2013 آینهال بابونظرova به حیث نامزد یگانه مخالفین به انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان پیش بری شد. برای ثبت نام رسمیش را جمع بیاورد. اداره پایگاه خبری بامداد به نزدیکان جنیدخان عبادوف اظهار همدردی میکند. دعا میکنیم که خداوند گوشه از جنت را نصیبش گرداند.